5 تا از حیوانی که بعد از مرگشون هم بازم میتونن زنده بمونن. مطمئنم همتون از حیوان آخریش میترسیدی. شاید باورتون نشه ولی اگه شما سر یه مرغ قطع کنین بازم میتونن زنده بمونن و این البته این تا زمانی که امکان پذیره که ساقه مغز اونا هنوز جدا نشده باشه و این به این خاطره که بیشتر عملکردهای حرکتی مرغ ها توسط مغزشون کنترل نمیشه، بلکه همه اینها کارا رو ساقه مغزشون انجام میدن. سمندر یه توانایی خیلی ویژه‌ای دارن که میتونن تمام اندام‌های بدنشون رو دوباره بازسازی کنن. اونا میتونن به اندازه کافی بزرگ بشن و بارها و بارها این کار رو انجام بدن و این بازسازی شامل قلب، نخاع و حتی مغز اونا میشه. اگه یه روز شما سر یه مار قطع کنید اون بازم میتونه ساعت‌ها زنده بمونه، پس بهتره شما از سر اون دوری کنید. این به این خاطره که مارها حتی بعد از مرگشون بازم میتونن سمشون رو به شما منتقل کنن. میرسیم به کرم‌های پهن که میتونن هر قسمتی از بدنشون رو دوباره بسازن. به عنوان مثال اگه شما یک کرم پهن رو از وسط نصف کنید، سر اون دنبش رو دنب اون سرش رو دوباره میسازه. اینجوری شما 2 تا کرم پهن دارید. و در آخر میرسیم به سوسک‌ها که میتونن در برابر همه تشعشعات مقاوم باشن و اگه یه روز بعد از یه جنگ هسته‌ای همه انسان‌ها جونشون آخرشون دست بدن، تنها چیزایی که زنده میمونن همین سوسکاست.